سلام به همه شما شنونده های عزیز. ممنونم که باز هم در کنار من هستید. دوستان، اگر از این ویدیو خوشتون اومد ممنون میشم لایک کنید. لایک کردن شما باعث میشه افراد بیشتری این ویدیو رو ببینند و اگر دوست دارید بقیه این داستان رو در کنار من گوش کنید کانال رو سابسکرایب کنید. بریم به سراغ قسمت سوم. با دیدن النا لبخند روی لبم خاموش شد، اما گل از گل ناهید ملوک شکفت و با کمک عصا از جاش بلند شد و به سمتش رفت. عزیز دلم کی رسیدی؟ خبر میدادی بیایم دنبالت. ممنونم عمه جون، تاکسی گرفتم، دیگه نخواستم مزاحمتون بشم. آرمان که خیلی هم رابطه خوبی با خواهری که از مادر جدا بودن نداشت، جا خورده از روی صندلی بلند شد و با تعجب گفت: النا، تو اینجا چی کار میکنی؟ کی برگشتی؟ همین امشب خان داداش، به دعوت عمه اومدم. البته ناگفته نماند، حسابی دلم براتون تنگ شده بود. آرمان با شنیدن حرف خان داداش از دهن النا پوزخند تمسخرآمیزی زد و گفت: که اینطور. از حرص و تعجب سر جام خشکم زده بود که النا در حالی که داشت می اومد سمتمون خطاب به هم گفت: چطوری نفس جون؟ راستی تبریک میگم ازدواج تو. خواستم جوابش رو بدم که بدون توجه به هم از کنارم رد شد و به محض این که به کیارش رسید دستشو دور گردنش انداخت و در حال روبوسی گفت: وای کیارش، 2 سالی میشه که ندیدمت. چقدر عوض شدی، حسابی چهرت مردونه تر شده. کیارش با خجالت لبخند زد و گفت: آره، شایدم بیشتر از 2 سال. خیلی ممنون، تو هم عوض شدی. خوش اومدی. مثل اینکه ناهید ملوک واقعا میخواست با من اعلام جنگ کنه. این کارش چه معنی میداد که دقیقاً روزی که ما رو به بهانه پاش کشونده بود توی خونش، النا رو از انگلیس دعوت کنه. لبخند تصنعی روی لبام نشوندم و به اجبار برای صرف شام کنارشون نشستم که النا گفت: خب نفسشون تعریف کن، الان کجا مشغولی؟ یادم حسابداری خونده بودی، درسته؟ راستش در حال حاضر جایی کار نمی کنم. پوزخند معنیداری زد و گفت: نگو که قراره مثل زنای 100 سال پیش سمت خونه‌داری رو برای خودت انتخاب کنی. واقعا نمیفهمم تو ایران چه خبره، اما اون بر فقط کسایی کار نمی‌کنن که مشکل جسمی داشته باشن. باورم نمیشد که تو همین اولین دیدار داشت گوش کنایه بارم میکرد. خواستم جوابشو بدم که کیارش گفت: اونور همه مجبورن کار کنن تا خرج زندگیشونو به دست بیارن. نفس من احتیاج به کار کردن نداره. خودم حتما حمایتش میکنم. با این حرفش حسابی ته دلم قنج رفت و لبخند رضایتی روی لبام نشست و باعث شد النا هم حسابی ساکت بشه. بعد از صرف شام دیگه تحمل حضور توی جمعشون رو نداشتم. بنابراین خستگی و خواب رو بهونه کردم و همراه کیارش به اتاقمون برگشتیم. کیارش در رو بست و با نگاه مجدد به سر و وضعم خواست چیزی بگه که پیش دستی کردم و گفتم: النا به جز تو با هیچ کس روبوسی نکرد. نگاهش رو تیزتر کرد و گفت: این که با بقیه روبوسی نکرده تقصیر من نیست، ولی اینکه توی جمع خانوادگی همچین لباسی بپوشی واقعاً برام قابل قبول نیست. حتی لباس زیرت از زیر بلوز سفید و تنگت مشخصه. کیارش، عصبانی نباش دیگه. یه چیزی همینجوری پیدا کردم و پوشیدم. اصلاً بهش دقت نکردم. با اخم یک بار دیگه براندازم کرد و در حالی که نفسش رو پفی میکرد گفت: من میرم دوش بگیرم. داشت به سمت حموم میرفت که محکم از پشت بغلش کردم و در حالی که بو میکشیدمش گفتم: تو همینجوریم خوشبوترین مردی هستی که میشناسم. کمی نرمتر شد و در حالی که سعی میکرد لبخندش رو ازم پنهون کنه با دستم صورتش رو به سمت خودم برگردوندم و گفتم: بگو دوستم داری؟ این بار لبخندش پررنگ تر شد و با چشمهایی که از شیطنت برق میزد گفت: به نفعت نیست اینقدر دلبری میکنی ها. با اشوه لبمو به دندون کشیدم که حریص ترش کرد و با هوس به جون لبهام افتاد و در همون حال شروع کرد به در آوردن لباس هام و با دستاش کل بدنمو فتح میکرد.
کم کم خودشم لخت شد و روم خیمه زد و با ولع به بوسیدنم ادامه میداد. نفس که کم آوردم سرش رو توی سینم فرو برد. جیغم از شدت لذت بالا رفت، اما جلوی دهنم رو گرفتم و اونم با هیجان بیشتری به کارش ادامه داد. با حس رهایی که وجودم رو در بر گرفت آهی کشیدم و کیارشم خودش رو کنارم انداخت و با نفس چشمهام رو بستم که با حس فرو رفتنم توی بغل داغش لبخندی زدم و بعد بوسه عمیقی به موهام زد و حلقه دستهاش رو تنگتر کرد و آروم گفت میخوام صبح در خدمت نفس خانوم باشم. بعد از ظهر میرم نمایشگاه. ذوق زده گفتم داری راست میگی؟ قراره چیکار کنیم؟ میریم خرید. خوبه؟ وای عالیه، بهتر از این نمیشه. با حس آرامشی که کنارش داشتم و نوازش ها و بوسه هاش باعث شد به خواب لذت بخشی فرو برم. صبح با حس کردن بوسش روی پیشونیم چشمهام رو باز کردم. با دیدن کیارش که حاضر و آراسته روی تخت نشسته بود شگفت زده شدم. صبح بخیر زیبای خفته، نمیخوای پاشی حاضر شی؟ پر انرژی با یه جهش از جام بلند شدم و گونش رو بوسیدم. بعد بدون معطلی آماده شدم و همراه هم راه افتادیم. همه سر میز صبحانه بودن. با دیدنشون سلامی کردم و سر پا یه لقمه برای خودم و کیارش گرفتم که ناهید ملوک گفت جایی دارید میرید؟ کیارش گفت آره، یه چند ساعت وقتم آزاده، داریم با نفس میریم خرید. یهو بی مقدمه روشو به النا کرد و گفت دخترم، تو هم چند دست مانتو روسری لازم داری، میخوای باهاشون برو. با قیافه‌ای جا خورده بهش زل زده بودم که النا گفت باشه، ولی یه وقت مزاحمشون نباشم. کیارش بعد از اینکه نیم نگاه پرسشی به من انداخت و من همچنان خشکم زده بود گفت نه بابا، چه مزاحمتی، آماده شو بریم. کاملا حالم گرفته شد. با حرص پلکام رو روی هم فشردم و لقمه رو دست کیارش دادم. بعد همراه هم از خونه بیرون اومدیم و داخل ماشین منتظر النا نشستیم. کیارش، چرا گفتی با همون بیاد؟ خب زشت بود، وقتی خودش میخواست بیاد بگم نه؟ داری زیاد سخت میگیری ها. خواستم چیزی بگم که النا با عجله خودش رو رسوند و روی صندلی پشت نشست و گفت معطل که نشدین؟ نه دیگه، بهتره بریم. کیارش پاشو روی گاز فشار داد و به سمت مرکز خرید راه افتادیم. النا از همون فروشگاه اول شروع به هرس دادن من کرد. جلوی ویترین همه مغازه ها می ایستاد و کلی نظر می داد، حتی جلوی ویترین لباس بچگونه ها، و این کارش باعث می شد که من به خریدم نرسم. بالاخره بعد از کلی وقت، زمانی که ویترین تک تک فروشگاه های مرکز خرید رو دید، راضی شد اقدام به خرید کنیم. توی فروشگاه چند تا لباس با کیارش انتخاب کردیم و به سمت اتاق پرو رفتم. النا هم چند تا لباس برداشت و به سمت پرو کناری من راه افتاد. یکی از لباس ها رو پوشیدم و در رو باز کردم که کیارش لباس رو ببینه، ولی نبود. یکم سرم رو بیرون آوردم و دیدم روبروی در پرویی که النا داخلشه ایستاده. صداش زدم و گفتم عزیزم، میشه بیای ببینی این لباس بهم میاد؟ کیارش سریع به سمت من برگشت و گفت آره خیلی قشنگه. هنوز یه نگاه کوتاه هم ننداخته بود که دوباره النا صداش زد و گفت کیارش، میشه بیای ببینی این یکی چطوره؟ یه نفس عمیق کشیدم و سعی کردم آروم باشم. یکم منتظر موندم تا کیارش لباس النا رو ببینه و بعد به سمت من برگرده. النا هم همراه کیارش از پرو بیرون اومد و گفت وای نفس جون، این چیه پوشیدی؟ اصلاً بهت نمیاد، خیلی زشته، درش بیار، شبیه مامان بزرگا شدی. کیارش نگاهی بهش انداخت و گفت بد نیست که. گفتم بد نیست؟ تو که گفتی قشنگه. کیارش گفت خب آره میگم قشنگه، بد نیست. خیلی خوب، یکی دیگهش رو پرو میکنم. لباس رو با حرص از تنم در آوردم و یکی دیگر رو پوشیدم. در رو باز کردم و دوباره کیارش داشت درباره لباسهای النا نظر میداد. صداش کردم و در گوشش گفتم اگه اومدی برای النا لباس بخری بگو من برگردم خونه. تا کیارش اومد جواب بده دوباره النا صداش زد و رفت.
دیگه نتونستم تحمل کنم. در رو بستم و لباس رو در آوردم و لباس خودم رو تن کردم. سریع در پرو رو باز کردم و لباس هایی که دستم بود رو روی پیشخوان فروشگاه انداختم و از فروشگاه بیرون اومدم. به سمت در اصلی پاساژ راه افتادم. قصد داشتم برگردم خونه. ولی هنوز پامو از در بیرون نذاشته بودم که کیارش روی هوا دستمو گرفت و گفت: معلوم هست چی کار میکنی نفس؟ چی کار میکنم؟ دارم برمیگردم خونه. تو بهتره بری لباسای النا جونت رو انتخاب کنی. منم اینجا کاری ندارم. کیارش دستی به صورتش کشید و گفت: نفس زشته به خدا. النا مهمون ماست. ناراحت میشه. حالا یه بار با ما اومده خرید. اینطوری رفتار نکن. هنوز جواب نداده بودم که سر و کله النا پیدا شد و با چشمهایی که حسابی مظلوم کرده بود گفت: کجا رفتین یه دفعه؟ در پرو رو باز کردم دیدم هیچ کدومتون نیستین. بعد نگاهی به من انداخت و دوباره گفت: فکر کنم نفس جون دوست داشته با شوهرش تنهایی خرید کنه. من مزاحم خریدتون شدم. کیارش خنده مصنوعی کرد و گفت: این چه حرفیه النا جان؟ شما عزیز مایی. نفس که خورده خسته شد، میخواست برگرده خونه. یه روز دیگه دوباره میایم خرید. النا که خوب فهمیده بود قضیه چیه گفت: خب پس خدا رو شکر. من فکر کردم نفس جون از من ناراحته. میخواستم ازش عذرخواهی کنم. به زور خندیدم و گفتم: این چه حرفی عزیزم؟ بهتره برگردیم خونه دیگه. سوار ماشین شدیم و کیارش به سمت خونه مادرش راه افتاد. بین راه بودیم که کیارش گفت: من شما رو میذارم و میرم نمایشگاه. یه مقدار کار عقب افتاده دارم. انجام که دادم برای نهار خودم رو میرسونم. لبخندی برای دلگرمیش زدم و گفتم: موفق باشی عزیزم. النا سریع سرش رو از بین دوتا صندلی جلو آورد و گفت: کیارش جان، من مدت زیادی قرار ایران بمونم. چطور باهات بیام نمایشگاه و یه ماشین بردارم؟ بعد که خواستم برگردم خودت آبش کن. میدونم که تو این کار بهترینی. کیارش گفت: چرا که نه؟ اینطوری راحت تری. خودت هم هر جایی بخوایی میتونی بری و برگردی. دلم میخواست النا رو خفه کنم. چند باری محکم پلک زدم و دستهام رو محکم مشت کردم. اونقدر محکم که ناخونهام توی گوشت دستم فرو رفت، ولی حرفی نزدم. بعد از طی کردن یک مسیر کوتاه به خونه رسیدیم. برام سخت بود که از ماشین پیاده شم و با دلخوری خداحافظی کردم. النا سریع در عقب رو باز کرد و اومد جلو جای من نشست. کیارش منتظر نموند که وارد خونه شم و سریع گازش رو گرفت و رفت. منم که از شدت حرص در حال انفجار بودم ترجیح دادم برم پیش مادرم و یکم باهاش درد و دل کنم. زود یه آژانس گرفتم و آروم آروم تا سر کوچه قدم زدم تا آژانس هم برسه. وقتی سوار شدم آدرس خونه مادر رو دادم و از پنجره به خیابون‌ها خیره شدم. مادرم به محض اینکه من رو دید متوجه حال گرفتم شد. دستی روی شونم گذاشت و با نگرانی گفت: اتفاقی افتاده دخترم؟ اول نخواستم تعریف کنم و گفتم: نه بابا، دلم برات تنگ شده بود. گفتم بیام ببینمت. ولی تا این جمله رو گفتم مادر گفت: من تو رو بزرگت کردم. مگه میشه از حالت این چشمای قشنگ نفهمم که دلت قصه داره؟ نفسم رو بیرون دادم و روی صندلی نشستم. جریان رو برای مادرم که مشغول آشپزی بود تعریف کردم. مادرم هر دفعه لبخندی میزد و وقتی قرولندهام تموم شد زیر قابلمه‌ای رو که روی گاز بود رو کم کرد و اومد در کنارم نشست. دستم رو توی دستش گرفت و گفت: دختر من این همه حسود بود و من خبر نداشتم. از لحن حرف زدنش خندم گرفت. مامان اذیت نکن دیگه. به خدا هر کی جای من بود تا حالا اون دختری پررو رو کشته بود. حق با توه، اونم زیاده روی میکنه. ولی الان با خودت فکر کردی که وقتی تو اینجا بمونی النا و کیارش توی اون خونه با هم تنها میشن؟ خودت عقب کشیدی که ناهید ملوک به هدفش برسه؟ میخوای یه هفته نکشیده دختره رو بفرسته اتاق خواب شوهرت؟ با این حرفش لرز به تنم افتاد. دستم رو از دستش بیرون کشیدم و گفتم: شوهر من همچین آدمی نیست. اگه میخواست از این کارو بکنه که اصلا با من عروسی نمیکرد. میدونم دخترم، شوهرت مثل پدرشه، آقا و با کمالات. خدا رو شکر که به مادرش نرفته، همش دنبال بدجنسی و اذیت کردن این و اون باشه. ولی نفس من،
قبل از اینکه زن کیارش بشی روزی 1000 بار بهت گفتم زندگی کردن با کیارش وقتی کسی مثل ناهید مادرشه خیلی سخته. به صندلی تکیه دادم و گفتم آره، زندگی کردن با وجود اون سخته، ولی زندگی کردن بدون کیارش برای من غیر ممکنه. حتی فکر کردن بهشم منو از پا در میاره. مامانم از سر جاش بلند شد و دوباره سراغ آشپزیش رفت و گفت خب پس با این وجود خودت میدونی که بهترین تصمیم چیه؟ از سر جام بلند شدم و صورتش رو بوسیدم و گفتم بهترین کار اینه که برگردم خونه و میدون رو برای الانا و ناهیدالملوک خالی نکنم. درسته مامان؟ با مامان خداحافظی کردم و قبل از اینکه کیارش به خونه برگرده و متوجه غیبت من بشه آژانس گرفتم و برگشتم خونه ناهیدملوک. یکم برای خودم پلکیدم تا بالاخره سر و کله النا و کیارش پیدا شد، ولی این بار تنها نبودن و یه بچه همراه خودشون آورده بودن. مادر شوهرم با دیدن بچه‌ای که بغل النا بود و کنار کیارش راه میرفت از جاش بلند شد و گفت آخ عزیزای دلم، چقدر بچه بهتون میاد. کیارش که انتظار این حرف رو نداشت جوابی نداد و چون میدونست که من دلخور شدم سمت من اومد و صورتم رو بوسید و گفت دلم برات تنگ شده بود عشقم. من هم صورتش رو بوسیدم و گفتم این کوچولو کجا بود دیگه؟ کیارش به سمت دختر بچه‌ای که بغل النا بود برگشت و گفت دختر یکی از همکارامه، با خانومش میخواستن برن مسافرت و بچه رو بذارن خونه مادرشون، ولی النا حسابی از این کوچولو خوشش اومده، بهشون اطمینان داد در نبودشون به بهترین شکل ازش مراقبت میکنه. ناهیدملوک دوباره قربون صدقه النا رفت و گفت قربون دل مهربونت بشم عزیزم، لنگه نداری تو این دنیا. شام رو کنار هم خوردیم و برای استراحت به اتاق هامون رفتیم. بالاخره از جو سنگین خونه فرار کردم. حالا کیارش تنها روبروم بود. با وجود اینکه امروز حسابی ازش دلگیر بودم، اما طاقت این رو هم نداشتم که ازش دوری کنم. توی چشماش با تردید زل زده بودم که جلوتر اومد و دستاش قاب صورتم کرد و گفت چی شده نفسم؟ چرا همین جوری ایستادی؟ لبخند شیطنت آمیزی زدم و در حالی که چشمامو خبیث می کردم یه گاز ریز از لبش گرفتم و بعد با خنده به سمت تخت دویدم. خودم رو پرت کردم روی تخت و باز غرق خنده شدم. کیارش با قدم‌های بلند سمتم اومد و دستاشو دو طرف من روی تخت گذاشت و با خنده روم خیمه زد و گفت شیطونیت گل کرده. آره، حالا نشونت میدم. غرق خنده شدم. این بار با لذت لبهاش رو بوسیدم، ولی چند لحظه بیشتر نگذشته بود که در اتاق رو زدن. بعد از اینکه سریع خودمون رو جمع و جور کردیم النا وارد اتاق شد. بچه ای رو که بغلش بود روی تخت ما گذاشت و گفت عمه جان گفتن بهتره پیش شما باشه، برای آینده‌تون هم خوبه، بچه داری یاد میگیرین. بعد هم سریع از اتاق رفت. با قیافه زار به اون خروس بی‌محل خیره شدم و بعد رو به کیارش گفتم اینم از برنامه امشبمون. کیارش بچه همکارش رو به سمت خودش کشید و گفت بچه‌ست دیگه، دلت میاد؟ ببین چقدر نازه. مسئولیتش رو قبول کردیم، باید نگهش داریم. مگه من مسئولیتش رو قبول کردم که نگه دارم؟ النا برداشته آورده من نگه دارم؟ مگه زور که اومدین نگفتی النا ازش خوشش اومده؟ حالا که شب شد دوباره مامانت فیلش یاد هندوستون کرده، به این نتیجه رسیده که عروسک النا رو من نگه دارم؟ بعد لحاف رو تا گردنم بالا کشیدم و گفتم من دیگه واقعا نمیدونم چی بگم. و پشتم رو به کیارش و بچه‌ای که توی بغلش خوابیده بود کردم. کیارش دستش رو سر شونم گذاشت و گفت نفس جان، نفسم عزیزم، چرا اینجوری میکنی؟ آخه ما قرار نیست از هم جدا بشیم. مگه امشب آخرین شبمونه که اینطوری میکنی؟ با عصبانیت لحاف رو پس زدم و به سمتش برگشتم و گفتم نه خیر، آخرین شبمون نیست، ولی الان 1 هفته از عروسیمون گذشته و شبی نبوده که مادرت یه برنامه‌ای برامون نریزه. هدفش هم جدا کردن ماست. نمیدونم تو چطوری متوجه این موضوع نمیشی. کیارش به مسخره خندید و رو به بچه‌ای که بغل کرده بود و کرد و گفت فسقلی، میبینی این خالت چقدر بد اخلاقه؟ بعد جوری قاطی کرده. بهتره ما بخوابیم تا بیشتر از این دعوامون نکرده. اون وسط بین اون همه اعصاب خوردی به این فکر میکردم که این بچه چرا از هیچ کس غریبی نمیکنه و با همه اینقدر راحته. یکم گذشت.
هرچه سعی می کردم خوابم نمی برد. مدام چشمهام رو به هم فشار می دادم و سعی می کردم افکار بد و منفی رو از ذهنم دور کنم، ولی موفق نمی شدم. آروم به سمت کیارش برگشتم و دیدم که هر دوشون توی خواب عمیقی فرو رفتن. لحاف رو پس زدم و از جام بلند شدم. روی نوک انگشت‌هام به راه افتادم تا سر و صدای من اونها رو بیدار نکنه. در رو آروم باز کردم و از اتاق بیرون رفتم. تشنم شده بود و اولین شبی بود که فراموش کرده بودم پارچ آب رو به اتاق بیارم. ولی خب اینجوری هم بد نبود. من که خوابم نمی برد. اینطوری حداقل کمی از اون اتاق فاصله می گرفتم. بیشتر اتاقهای عمارت طبقه بالا بود و اتاقی که ناهید ملوک برای النا آماده کرده بود هم توی همون طبقه بود. همونطور آروم آروم داشتم به انتهای راه رو به سمت پله ها حرکت می کردم که متوجه صدای ناهید ملوک از اتاق النا شدم. اول نخواستم فضولی کنم و به حرفهاشون گوش بدم، ولی یه صدای مدام توی ذهنم تکرار می کرد که برو گوش بده، برو ببین چه خبره. آخر نتونستم با اون ندای درونی مقابله کنم و دوباره پاورچین راهی رو که رفته بودم برگشتم و پشت دیواری که کنار اتاق بود ایستادم تا سایه‌ام از زیر در مشخص نباشه. خدا رو شکر در کامل بسته نبود و صداشون واضح شنیده میشد. اولین چیزی که به گوشم خورد اسم کیارش بود. گوشهامو تیز کردم.